تو این دندون پزشکی کشیدن دندون رایگانه لیفت لثه رایگان و پودر استخون رایگانه تازه این کلینیک شبانه روزیه و اسکان هم رایگان داریم ما. کامپوزیت فقط با فکی 4 میلیون نداریم تو ایران. برای اولین بار در ایران با 4 تا پایه 16 تا دندون تحویل بگیر. دکتر اینا جا بزن. آقا دیگه از دست دندون مصنوعی راحت شدی. به همین راحتی جا میافته تو دهنتون. نگاه کن الان دکتر بهتون نشون میده. دکتر تکون بده لق میخوره. آقا نگاه کن لق هم نمیخوره. کام هم نداره که بخواید عق بزنید. دیگه از این بهتر. ایمپلنت چجوریه؟ ایمپلنت کره‌ای درجه 1 اونم پایه 9500 اقساط. تازه اگر دوست داشته باشید تمام خدمات زیبایی و درمانی هم تو منزلتون انجام میشه. به جز ایمپلنت مراجعه عزیزمون دندونشون رو تحویل گرفتن، کاملا رضایت دارن و اسکانشون هم رایگان هستش. از عمان هم تشریف آوردن. آقا ساعت 2 شب کلینیک هنوز بازه. کلینیک شبانه روزی زهره رو همتون میشناسید که با 100 تا دکتر متخصص و 12 تا شعبه همیشه هم فعال و در خدمت شما. با 4 تا پایه 16 تا دندون بذار. دندون مصنوعی بنداز دور. ببین دوستان اینه. نشون بده ببینن. نکن 4 تا بالا 4 تا پایین. دکتر تحویل بده ببینن چه جوری میشه. بدون لقی. به این میگن تحویلی. لق نمیزنه. چف شدن رو ببین. اینم پایین. فک پایین رو ببین. دیگه نیازی دندون مصنوعی بذاری. بخند. عالی. عالی. از کجا اومده بودی؟ من از آمل اومدم.